اگر شهادتین هنگام مرگ به زبان تامند، اون موقع میدونی که تو سرمایه داری. چون پیامبر گفته هر کسی آخرین کلامش در دنیا شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله باشه، اون بهشتیه. اگر نیامد هیچی به دردت نمیخوره. 4 نفر نشستن بغل گوشت، بگو لا اله الا الله، یه کلید گاو صندوق، کلید گاو صندوق. ماشینا هم چه شد؟ اما همون فقیر درویش مسکینی که تو به نظرت نمیامد، قبل از مرگش نمازش خونده، وضوش گرفته، مسواکش زده، غسلش زده، حلالی میطلبه، رو به قبل خودش شهادتش میده، بعد نفس خالی میکنه. بعضی همینجور چشمشون مثل خون میشه، هی حلقومشون ورم میکنه، روحش میاد تا حلقومش دوباره بر میگرده. همطور جون میده، نمیتونه تخلیه بشه.